سلام دوستان فارماریکسی، من نیما چلی هستم. وقتتون بخیر باشه. مطلب امروزمون در مورد نیکوتین و سیگاره. نیکوتین رتبه اول رو تو مصرف دخانیات داره و طبق تحقیقات انجام شده آدمایی که سیگار مصرف میکنن 10 سال کمتر از آدمای غیر سیگاری عمر میکنن. نیکوتین یکی از 4000 ماده شیمیاییه که تو گیاه تنباکو وجود داره و روی مغز اثر روانگردانی میذاره. وقتی نیکوتین رو مصرف میکنیم بلافاصله بعد از جذب از شش‌ها با گردش خون سریعا به مغز میرسه که همه این پروسه تو حول و حوش 10 دقیقه اتفاق میفته. بعد از ورود این ماده به مغز به طور ناگهانی قند خون، ضربان قلب، فشار خون و تنفس بیشتر و افزایش پیدا میکنه. نیکوتین از طریق مخاط دهان، بینی و حتی از پوست هم جذب بدن میشه. نیکوتین باعث آزادسازی دوپامین میشه که به همین دلیل احساس لذت و شادی میده و همین احساسها باعث اعتیاد میشه. نیکوتین بعد از 6 ساعت تقریبا به طور کلی از بدن دفع میشه که این دفعش هم به صورت تجزیه توسط آنزیم‌های کبدی، متابولیزه شدن در شش‌ها و باقی مواد باقی مونده هم از طریق کلیه‌ها دفع میشه. حالا چطور کسی که سیگار کشیده تست نیکوتین که میده مشخص میشه سیگاری طرف؟ اگه یادتون باشه گفتم که مواد باقی مونده از کلیه دفع میشه. تو ادرار ماده به نام کوتینین هست که همون ماده باقی مونده‌ای که تو خون وجود داره و از طریق همین ماده هستش که میشه فهمید کسی نیکوتین مصرف کرده یا نه. البته این تست از کسی معمولا مثبت در میاد که حد اکثر طی 24 تا 48 ساعت گذشته نیکوتین مصرف کرده باشه. مصرف سیگار خطر بیماری‌های قلبی، مغزی، سرطان رو از 20 تا 25 برابر افزایش میده. از وقتی که اقدام به ترک موادی که نیکوتین دارن میکنین، در طی 20 دقیقه اول فشار خون و تعداد ضربان قلب شما کاهش پیدا میکنن. در طی 8 ساعت بعدش سطح اکسیژن و مونوکسید خون شما به حد طبیعی خودش برمیگرده. بعد از 1 روز احتمال بروز سکته قلبی کمتر میشه. بعد از 2 روز انتهای اعصاب بازسازی میشه و حس بویایی و چشایی مثل سابق قوی میشه. بعد از 2 هفته جریان خون بهبود پیدا میکنه و عملکرد ریه ها بهتر میشه. بعد از 1 تا 9 ماه سرفه، خستگی و تنگی نفس هم کمتر میشه. بعد از 1 سال احتمال بروز سکته قلبی تقریبا نصف میشه و از نصف هم حتی کمتر میشه. بعد از 5 سال میزان بروز سکته مغزی هم به اندازه افراد غیر سیگاری میشه. بعد از حدود 10 سال احتمال مرگ به علت بروز سرطان ریه به اندازه نصف افراد سیگاری میشه. در طی 15 سال شانس بروز بیماری‌های عروق قلبی و مرگ ناشی از اون به اندازه افرادی میشه که سیگار نکشیدن. البته طی تحقیقاتی هم که انجام شده گفتن که کسی وقتی واقعا ترک کرده از نظر علمی به حساب میاد که حداقل 5 سال سیگار نکشیده باشه. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. خب به آخر این ویدیو هم رسیدیم. بچه قبل از خدافظی 1 دقیقه وقت بذارین کانال یوتیوبمو سابسکرایب کنین و کانال من و پیج من رو در آپارات و اینستاگرام هم فالو کنین. تا قسمت بعد، خدا نگهدارتون.